به نام پروردگار جهانیان. درود و سلام خدمت دوستان و همراهان همیشگی ما. زندگی نامه سلطان محمود غزنوی. سلطان محمود غزنوی مقتدرترین پادشاه ترکتبار غزنویان بود که اولین فرمانروای مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوی محسوب می شد. ابوالقاسم محمود بن ندیم در دهم محرم سال 361 هجری قمری در شهر غزنی در منطقه زابلستان به دنیا آمد و ای و به سیف الدوله فهیم الدوله سلطان ماضی غازی ملقب بود، اما با سلطان محمود غزنوی مشهور شده بود. دوستان عزیز، صفحه یوتیوب من را سابسکرایب کنید، زنگوله را بزنید، لایک کنید و نظریاتتان کامنت بگذارید. پدر سلطان محمود غزنوی سبتنگین از اعضای لشکریان ترکتبار سپاه سامانیان بود که سلطنت غزنویان را در سال 977 در غزنی بنا کرد. پدرش خود را تابع سامانیان می‌دانست و بر خراسان و ماوراءالنهر حکومت داشت. مادر سلطان محمود غزنوی دختری از اشراف زابلستان بود. به همین دلیل برخی از منابع وی را به نام محمود زاولی، محمود زابلستان معرفی می‌کنند. محمود بعد از مرگ پدرش در سبتگین در سال 387 و بعد از غلبه برادرش اسماعیل به سلطنت رسید. همانطور که اشاره شده در سال 387 پدر سلطان محمود زمان بازگشت از پایتخت به غزنه در مسیر از دنیا رفت و در این زمان محمود در خراسان به اداره امور مشغول بود. زمانی که جنازه سبتگین به غزنه رسید بر اساس وصیتش اسماعیل پسر کوچکش حاکم شد، اما محمود این موضوع را قبول نکرد و با کمک گرفتن از عمویش بغراجه و برادر دیگر نصر به جنگ با اسماعیل رفت و سرانجام توانست حکومت را به دست بیاورد. سلطان محمود غزنوی بعد از رسیدن به قدرت سرداران معروف دولت سامانی را مغلوب کرد. همچنین سیستان را از دست احمد صفاری بیرون آورد. بعد از آن مردم خوارزم بر علیه مامون که داماد محمود بود متحد شدند و وی را به قتل رساندند و سپس آنجا را فتح کردند. جنایت‌های خلف بن احمد مردم سیستان را به ستوه آورده بود. به همین دلیل سلطان محمود غزنوی تقاضای کمک کردند و وی که منتظر چنین فرصتی بود به آنجا حمله کرد و در قلعه طاق خلف را تحت محاصره قرار داد. خلف پس از 4 ماه مقاومت تسلیم شد و سیستان در ماه صفر سال 393 به تصرف محمود درآمد. درباره خوارزم که همان سرزمین خوگوه بوده است در ماوراءالنهر واقع شده و سلطان محمود با بهانه انتقام خون ابوالعباس مامون بن محمد صاحب جرجانیه و نجات خواهرش به آن منطقه حمله کرد و بعد از جنگ در محل هزارهست از نزدیکی جرجانیه واقع شده بود. سپاه مطلق و خوارزم را شکست داد و در نهایت توانست در تاریخ 5 صفرالظفر سال 408 وارد خوارزم شود. لشکرکشی های متعدد او به هند سبب کسب غنیمت های بسیاری از معابد و بت‌های این کشور شد. همچنین شهر سومنات که معروف در کنار غربی هند بوده است مورد حمله سلطان محمود قرار گرفت. هرچند این نکته قابل ذکر است، برخی از مناطق هند برای اولین بار به دست یک فرد مسلمان فتح می شد. سلطان محمود غزنوی در بین سالهای 392 تا 416 هجری قمری چندین مرتبه به مناطق مختلف هندوستان لشکرکشی داشت و در این 24 سال به ظاهر با قصد جهاد با کفار هند، اما در عمل برای این که غارت‌های این سرزمین را جنگ‌های متعددی را انجام داد، انجام حمله به هند پس از سال 5 جلوز بوده است. لذا تاریخ شروع سلطنت وی را همان سال 378 قمری هجری قمری می باشد. سلطان محمود غزنوی وی همان سال 4387 سلطنت وی همان سال 387 هجری قمری می باشد. سلطان محمود طبع شعر داشت، از این رو به شعرها توجه زیادی می کرد. با حضور خودش مجالسی را برای آنها تشکیل می داد. گفته می شود که درباره او 400 شاعر رفت و آمد داشتند. گاهی اوقات او را در جمع شاعران با ایستادات یا درگاه خود یا در باغ سلطنتی می یافتند. او غالبا نسبت به آنها سخاوتمند بود و با توجه به استعداد و ارزش‌های بی‌وقفه پاداششان را می پرداخت. سلطان محمود غزنوی در سال 420 هجری قمری وارد رعیه شد و خزائن گرانبها را از این شهر به دست گرفت. همچنین کتاب بزرگ مجددالدوله را به عنوان این که از کتب زاله نجوم و حکمت هست با آتش کشید و دولت دیلامه را منقرض کرد. سلطان محمود خود را به عنوان سایه خدا روی زمین معرفی می‌کرد.
قدرتی که مطلق ارادهش بس عنوان قانون مطرح بود و تقریبا در همه موارد و جزئیات توجه زیاد میکرد و شخصا بر روی کار دیوان و هر بخش دولتی نظارت دقیق میکرد. همین موضوع به عنوان دلیل محکم برای موفقیت بیشمار وی محسوب می شود. او از نزدیک به فعالیت‌های عالی ترین دولت‌های امپراتوری خود مراقبت داشت و خصوص فرماندهان نظامی، زیرا نمی‌توانستند تحمل کنند که بدرفتاری با مردم عادی داشته باشند. همچنین دستگاه استخباراتی وی به صورت دقیق گزارش‌ها را به وی می‌رساندند. سلطان محمود همه وزیران خود را بدون توصیه وزیر اعظم خود انتخاب می‌کرد. با این وجود هر از چندگاهی باید در این زمینه مشورت می‌گرفت، زیرا دین او این کار را برای او خوب دانسته بود. از نقل سلطان محمود غزنوی: وزیران دشمنان پادشاه هستند، باید مراقبشان بود پا از حدشان فراتر نگذارند. سلطان محمود جاسوسان زیاد داشت که آنها را مشرف مینامید و سراسر امپراتوریش تحت نظارت خود بر بخش‌های ویژه دیوان عالی فعالیت داشتند. مرگ سلطان محمود غزنوی: سلطان محمود در آخرین نبردی که داشت به مرض سل مبتلا شد و روز به روز نحیفتر می شد. زمانی که رأی سفر کرد شدت مریضی او بیشتر شد. با این وجود به خراسان آمد و در بلخ ساکن شد. بعد از آن در بهار 421 به غزنین آمد و بعد از چند روز در 23 ربیع الاول 421 در سن 61 سالگی از دنیا رفت. بعد از مرگ وی پسرش مسعود بر اریکه قدرت تکیه زد. مقبره وی در شهر غزنی افغانستان واقع شده است. امپراتوری سلطان محمود غزنوی به مدت 157 سال توسط جانشینان او اداره می شد. امپراتوری سلجوقی که در حال گسترش بود بیشتر در غرب غزنویان تحرکات داشتند. غزنویان تانستند تا سال 545 هجری قمری از غزنی دفاع کنند. غزنویان تحرک داشتند. غزنویان توانستند تا سال 545 هجری قمری غزنی را تصرف کنند و معزالدین محمد غوری خسرو ملک آخرین سلطان غزنویان را در سال 583 در لاهور شکست داد. امپراتوری بزرگ غزنویان سرنگون نمود. گستره قلمروی که برای امپراتوری غزنویان در پایان سلطنت سلطان محمود در نظر می‌گیرند، از رعیه در غرب تا سمرقند، از شمال شرق دریای خزر، در شمال غرب تا یمن، در جنوب غرب هندوستان، در جنوب شرق بوده است.